مراسم گذاشتن جنگل هیرکانی رو معرفی کنن. مراسم تبدیل میشه به قبرستون ولی تا ممرز، میشه پر از زباله. این میشه همون بیخردی، همون جایی که کارشناس نباشه، یه کارشناس آگاه درش نباشه، نظر به این اتفاق میشه. من همه این فیلم‌ها رو میذارم تا آخرش. امیدوارم دیگه تکرار نکنم. امیدوارم دفعه بعد آگاهانه رفتار کنم. اگر قرار طبیعت معرفی کنه با 4 کارشناس صحبت کنیم، ما چه جوری طبیعت معرفی کنیم؟ اصلا طبیعت که می‌خوایم معرفی کنیم چیه، کجاست؟ شهر گرگان به ریشه درخت بنده. به ریشه درخت بنده، نه هیچ چیزی دیگه. اصفهان نیست فرو نشستش عمودی باشه. اینجا به صورت محوری داره حرکت میکنه شهر ما. چرا جنگ پاییز هزار رنگ و جشنواره تو خود جایی که نگهدارنده ماست میایم یه جایی جشنواره خودشو تطبیق کنیم؟ چقدر بودجه این تبلیغات میده؟ باندایی روشن که یه دونه پرنده به من نشون بده اینجا، یه دونه گراز، یه دونه شغال تو اینجا نمی. آقای سبت عامل تخریب محیط زیست شد این برنامه. من اینا میگه الان میگه چرا تهران نگفتی؟ 3 سال پیش به تمام عوامل تو فیلمای من تو شورای هست نشستم صحبتامو کردم، گفتم اعلام کردم. آقای سبتی با مهندس با دکتر موسوی گرفتیم حالا در حوزه‌های تخصصی. آقای سبتی چرا قرار مجوز کی کارشناس محیط زیست میتونه اجازه بده این اتفاق بیفته؟ احترام قائلم. شما اصلا این دیالوگ اینجا که صحیح نیست، اینجوری باید بشینیم واقعا صحبت. آقای سبتی بارها ما به شما نامه دادیم، اومدید شما رضایت ندادید. وسط این جشنواره پاییزه که 4000 نفر شهرداری گرگان میراث فرهنگی شورای شهر دعوت کرده، این نهال‌هایی که 2 سال واسه زور زدیم که بمونه زیر پای این همه جمعیت داره له میشه. 1000 نفر اومده روی این همه خاک جنگل شهر گرگان دچار فرونشست. شما چجوری مجوز دادید؟ شما چرا مجوز دادید اصلا؟ چرا با خانم نورا مگه چرا حرفای ما رو گوش نمیدین وقتی از من دعوت میکنه ما فعال محیط زیست بیام؟ بابا این اشتباه بود. ما اعلام کردیم 2 بار 3 بار 2 سال پیش در جنگل علنگری خاک نابود شده است. 2 سال تازه برای چی میگیم درش ببندی؟ به خاطر اینکه این نهال در بیاد. این چه کاری بود؟ چرا اینجا؟ چرا این درختی که بالای 200 سال عمرشه چرا این درخت رو کار بکنیم؟ چرا این همه نهال؟ خانم نورا 2 سال من دارم زور میزنم، این همه شورای حرفا رو میزنم، این همه باند 5 برابر صدا تا هیچ پرنده اگه تو اینجا دیده به خود من اسمم عوض میکنم. چرا محیط زیست به اینجا مجوز داده؟ آقا میره این همه ما داریم اینجا صحبت میکنیم به خدا. عاملش کیه؟ آقا دوربین تو درگیر از اینا بگی. مطالبه گری همین دیگه. خواهم میره به خدا ما به زبون ما میدونید. برید عکستون. من حرفامو زدم خواهم میره. آقا مولی من حرفامو زدم. جنگل هیرکانی بعد اینجوری جلوش شاید واقعا میشه این برنامه رو در خارج از جنگل میشه. الان که انجام شد. دو مولی این حرفو نزد. 2 سال پیش من اومدم شورای شهر. ما واقعا حواسمون به این نکته نبود. حواستون نبود. بابا کل دنیا داره داد میشه. ما چرا تلکابینه میگیم؟ به خاطر جنگل هیرکانیش میگه. من جلوی رئیس شورای شهر دارم اعلام میکنم. ما اگه میگیم در علنگ در بسته بشه، نه اینکه ماشین سوارهای وقت نخوان بیان اینجا. ما میگیم این جنگل تنها بافت جنگلی ریشه‌ایه که به شهر گرگان بسته. اگر شهر گرگان دچار رانش بشه به خاطر اینکه این ریشه ها دیگه وجود ندارن، به خاطر این برنامه‌هایی که کاملا مخرب محیط زیسته. مولی واقعا نباید اینا همش. من حالا با دوستان صحبت کنم به خدا به جای این همه هزینه یه جای دیگه رو در نظر بگیر. کاش به جای این الان میذاشتی من برم اونجا فقط بگم توضیح بدم این درخت اینجا چیه. دستا بلند. این صدای باند عامل تخریب محیط زیسته. کلی پرنده اینجا داره زندگی میکنه. فقط جنگل هیرکانی به گراز شغال که نیست. این 5 برابر بچه‌ها بشنوید. این اشتباهه. این کار اشتباهه بچه‌ها. این صدای این باند 5 برابر به اون پرنده آسیب میزنه. نسل شماها دیگه درخت‌ها رو نمیبینه. اینا بلوط بودن. اینا نهال بلوط بودن. اینا همه نهال بلوطه. 3 سال زحمت کشیدیم اینا در بیارن. خانم نورا در مورد جنگل هیرکانی هم صحبت کن. تو رو خدا. جنگلی که ما الان درش به سر میبریم، قدمت این جنگل 60 میلیون ساله. 80 گونه درخت در اینجا هست و پاییز هزار رنگ برازنده شهروندان محترم گرگانی است و ما باید در مورد جنگل علنگری بیشتر توضیح بده.
امروز خود شما عامل تخریبی 5000 جمعیت اومده روی 10,000 بلوطی که بله. نشستن. این جنگلی که امروز ما هستیم باید حفظش کنیم برای نسل‌های آینده. من خواهشی که از همه شما دارم